خوش اومدیم به شنل شیرخان. شیرخان با دوتا آر. امروز اومدیم یه دوربین مخفی بگیریم، سورپرایز تولد اشتباهی جان. مریم نیستم من. ببینیم که ریاکشنشون چجوریه. مریم، زهرا، فاطمه، زینب، سعید، امیر، علی، اصغر. بریم ببینیم چی از توش در بیاد. میکروفون رو یه چک بکن. حرف بزن. 3 2 1 3 2 1. اوکیه. سلام مریم خانم. خوب هستید؟ سلامت شما باشید. امروز تولدتونه. ما از طرف آقا سعید رسیدیم خدمتتون. گفتن که خیلی دوستتون دارن و خواستن بهتون بگن که دلبر ناب دلم با چشای خوشگل مشکید یکم، یه نگاه ریز زیر چشمی به من بنداز که من دیوانشم. ای وای من واسه موندن پات من دو آتیش طرف دارم. ببین دست نمیشه از تو بردارم. همین زیبای من بیمارتم. ای وای من تو چقدر نابی. تقدیم شما. من مریم نیستم ولی. جان؟ مریم نیستم من. این بیا سمت چپ دیگه. من نگفتم میدونو بیا سمت چپ. یه خانم اینجا نشسته تنها. خب همین بود همون دیگه. شاید مریم خانم نیستی؟ نیستیم واقعا. اشتباه اومدیم. پولم گرفتیم اومدیم الکی سورپرایز کردیم. سعید خوب. سعید دید الان اومدیم. نمیدونم زنگ بهش بزن میخواد. بابا گفت همین بیا سمت چپ. اولی خانم نیمکت دوم. خانم گل ما رو بدین بی زحمت. خوشش. ای بابا. یعنی چی؟ زنگ بهش بزن بنده خدا رو. اشتباه شاید شده. یه ساعت ما برنامه‌ریزی کرده بودیم. نه شاید به خاطر اینکه دوربین مخفیه. آره احتمالاً به خاطر اینه که دوربین مخفیه. امیدوارم که همیشه شاد باشین. ما یه دوربین اون برداریم که نینی داره بازی میکنه جلوش نمیبینیمش. یه دوربینم که اینجا شما یه دست تکون میدین. مرسی. دستت درد. اوکی. همیشه شاد باشیم. زهرا خانم. این گل از طرف آقا امیر شما. اینجا. خواستن بهتون بگن که خیلی دوستتون دارن و خواستن بهتون بگن که تو بهم دادی آرامشو. حالا که دل من باهات شد با تو انگار همه چی آماده شد. نمیخواد که بگیری آمارشو. بدن تو چفت تنم غیر بغله که شب و خوابم نمیره. یکی رو دارم که فقط مال منه میخواد با من بمیره. گفتم دختر دوشایی شما نیست. خیلی خوشحالی اینجا. من گفتم من زهرا نیستم ولی گفتم شاید نه کلا اشتباه. واقعا زهرا نیست. ببین اینو در جان این دومش ازش جدا کنی. دومشه باش امیر داشتم. من چون تجربی نخوندم اجزای گیاها نمیدونم. دومش ببخشید واقعا خانمایی گناه بودم. آره فقط گفتم اون گربه منه. اونو چرا بردی؟ گربه منه دیگه. شما اگه زهرا نیستی زهراییم بدم بهت. برو هم. پس شما زهرا نیستی. تاکید مؤکد ما بدون. باش زهرا بودیم اینجوری می‌مونه. اشتباهی شده. اگه اینطوریه که شما میگین پس دوربین مخفی. آره حتما. اگه اینطوری نیست که شما میگین
سورپرایزه. ما یه دونه دوربین اینجا داریم. اون دست یه دست تکون میدیم. مرسی. یه دونه هم که اینجا دوربین سورپرایزیمون. اینم یه دست تکون بدید ممنون. خدمت شما ممنون. همیشه شاد باشین. مرسی حالا کجا پخش میشیم؟ ارادت. نه کجا پخش میشیم؟ شبکه پخش. تولدتون مبارک باشه. ما از سمت زهراخانی هستیم خدمتتون. خواستم بهتون بگم که خیلی دوستتون دارم و خواستم بهتون بگم که سعید؟ اسم من گفتی سعید؟ بله. از کجا فهمیدی؟ میگم از طرف زهراخانی هستیم خدمتتون. اولش یه چیزی گفتی آقا سعید. بله. سعید؟ چی دیگه گفتیم تولدتونه. پروژه تولدتونه. سورپرایز. نه خب تولدم که نیست. تولد من اسمم ماییم. زهراخانی خواستن پیشاپیش تولدتون تبریک بگم و بگم که دست من نیست تو عزیز جونمی خودت میدونی همه بود و نبودمی دست من نیست ای عشق ستودنی. من برام یه سواله. واقعا گفتی سعید. از کجا فهمیدی؟ ما پول هزینه دریافت کردیم، پول گرفتیم. واقعا تولد بیایم برای شما سورپرایزتون کنیم. ویدیو هم گفتم بگیریم براشون سورپرایز شدن شما. زهرا فامیلیش چیه؟ زهرا شعبان. میشه کنم اشتباه. اگه صندلی سوم همون دیگه. من اسمم سعید هست. سفید پوشیده دیگه. اسمم سعید هست ولی هستش کسی هست که اسمش زهراست. آها. صبح من فکر کنم اشتباه گرفتیم ولی نمیدونم والا. اگه اشتباه گرفتیم که ما دست شما درد یه نکنه. آقا سعید دیگه یه ولی باز من سورپرایز شدم. گفتی سعید واقعا من تعجب کردم. آقا همینه. من اینجوریه باورم نمیشه. آخه تولدم نیست. بذارین ما یه تماس با ایشون بگیریم. سلام. شما در مقابل دوربین مخفی قرار گرفته اید. یک دوربین اینجا و یک دوربین هم اینجا. اگه لطف کنید یه دست تکون بدین برای ما اون قسمت. آقا که نشسته دوربین پایین. سلام. زینب خانوم. گل این گل از طرف آقا امیر خدمت شما. خواستن بهتون بگن که خیلی دوستتون دارن و خواستن بهتون بگن که بغلم کن که من از همه خستم توی این دود و دمه غم میکشم از تو نفس من. بغلم کن همین جوری که هستم بغلم کن که شکستم. بغلم کن که من از دنیا بریدم عشق و آرامشو باور کن با تو دیدم. فکر نکن به کسیم رنجاتو میدم بغلم کن که تو نیستی ناامیدم. من نگه دارم دست بزنیم. مرسی از شما. همیشه شاد باشین. آقا امیرم خیلی دوستتون دارن و ما هم بهترین رو براتون میخوایم. سلام. قربان شما. رفع زحمت کنید. همین. مرسی. بریم. فقط گل ما برای نفر بعدی ببریم. خانم اوکی بودین؟ زهرا زینب بودین شما؟ نه؟ اشتباه اومدید. خدافظ این آخر ویدیوه گرفتی با همه. همیشه شاد باشین، عالی باشین. من شیرخانم با 2 تا آر. سابسکرایب کامز زنگوله ولش کن اینا رو. لابلیت به نظر من اینو گوش بده. فعلا خدا. وایس. به نظر من آدم شیر باشه ولی هیچ وقت ولش کن. ممنونم که در همین ابتدا منو ساب میکنید تا ویدیوهای بعدیمو ببینید.